کانال بدنوب خوش آمدید. بریم سر اصل مطلب. سلام بچه‌ها، بدنوب هستم و این اولین ویدیوی کانال منه. در این ویدیو قراره آموزش بالا بردن پنل صنایع رو به شما آموزش بدم که یکی از مهمترین پیش نیازهای ساخت کانفیگ هست و با استفاده از اون میتونیم روش‌های مختلف ساخت کانفیگ رو امتحان کنیم. فعلا پنل رو داشته باشید تا اینکه روش‌های مختلفی در کانال قرار بگیره که با استفاده از اون بتونید به اینترنت جهانی متصل شید. بریم سراغ ویدیو. خب ما نیاز به یک سرور خارج داریم و یک دامین. فعلا با دامین کاری نداریم. اول پنل صنایع رو بالا میاریم و در ویدیوی بعد ساخت کانفیگ کلودفلر رو به شما یاد میدم. در مرحله اول وارد بیت وایس میشیم برای SSH زدن به سرور خارجیمون. در قسمت هاست آی پی سرورمون و یوزرنیم که معمولا روته و اینجا پسورد و همین اینجا هم پورت. نیو ترمینال رو میزنیم، وارد سرورمون میشیم. خب در اولین قدم آپدیت میکنیم سرورمون رو. منتظریم اون آپدیت بشه. این فایل دستورات رو براتون تو کانال تلگرام میذارم. خب در مرحله بعد باید نگاه کنیم که آیا فایروال سرور ما فعال هست یا نه. این دستور رو کپی میکنیم. برای من ایناکتیو زده. اگر برای شما چیزی غیر از این نشون داد کافیه این دستور رو بزنید تا فایروال شما خاموش بشه. خب وارد گیت هاب صنایع میشیم و در این قسمت اینو کپی میکنیم، اینجا میزنیم، منتظر میمونیم. گزینه 1 میگه پورتتون رو میخواید دلخواه باشه یا رندوم، یعنی 2053. شما هر چیز دیگه میتونید بذارید و یا N بزنید که رندوم انتخاب بشه. خب اینجا برای ویدیوی بعد ما نیاز به سرتیفیکیت داریم که همون دامین. ما الان میتونیم این سرتیفیکیت رو بگیریم. با گزینه 1 باید آی پی سرورمون رو پشت دامین ست کنیم. در کلودفلر حتما باید کلودفلر باشه چون کانفیگمون روی کلودفلره، ولی ما فعلا صرفا میخوایم پنل رو بالا بیاریم. گزینه 2 میزنیم، بعد SSH بعداً براش سرتیفیکیت میگیریم. اسکیپ میزنیم، منتظر میمونید تا سرتیفیکیت برای آی پیمون گرفته بشه. فعلا ما برای بالا آوردن پنل نیاز به سرتیفیکیت نداریم، ولی در ادامه برای ساخت کانفیگ حتما نیاز به سرتیفیکیت کلودفلر داریم. اینو کپی میکنیم، وارد مرورگرمون میشیم، اینجا پیست. خب وارد پنلمون میشیم، اینجا یوزرنیم، ارور دوباره من فیلترم روشن کنم. خب وارد پنل که شدیم، اینجا یوزرنیم و اینجا هم پسورد وارد میکنیم، لاگین. خب الان ما پنل رو بالا آوردیم. ما نیاز داریم یک اینباند بسازیم. ریمارک رو میذاریم بعد نو پروتکل ویلس پورت باید پورت های HTTPS کلودفلر باشه. مثال ما میذاریم 443 و اینجا حجم رو مثلا میذاریم 100. پورتال هیچ استریم. خب میذاریم روی وب سوکت. شما میتونید از gRPC و HTTP آپگرید و XHTTP هم استفاده کنید. ما میذاریم وب سوکت. هاستمون همون دامنه ای که توی کلودفلر ثبت کردیم و میزنیم. تاچ هم یه چیز دلخواه و اینجا کاری نداریم. اینجا TLS رو حتما روشن کنید و اینجا هم همون دامنه کلودفلرمون. اینم بذارید روی 1.
و این گزینه هم روشن باشه. اینو فعلا ما سرتیفیکیتی برای آی پی گرفتیم میزنیم و کار دیگه ای نداریم، تایید میکنیم. خب میریم روی کلاینت، اد کلاینت، اینجا اسم دلخواه مثلا و اینجا بگیم مثلا کانفیگ 20 گیگ باشه 30 روزه. خب اینجا میگه از چه این باندی باشه، ما اونجا اسم این باندمون رو گذاشتیم بدنوب، میذاریم بدنوب کریت. خب این الان کانفیگ به ما داد، این کانفیگ کپی میکنیم اینجا وارد میکنیم و همینطور که میبینیم الان باید برای ما کار نکنه. ما فقط الان آموزش بالا آوردن پنل رو برای شما گذاشتیم تا در ویدیوی بعد پنل رو آماده داشته باشید، بریم تا یک کانفیگ کلودفلر بسازیم که با پینگ عالی برای ما کار کنه. این الان کانفیگ کلودفلر پینگ میگیریم. من الان اینجا اینترنت هم ضعیف هست، .169 یه پینگ خوب رضایت بخشی به ما میده. تا اینجا رو داشته باشید، منتظر ویدیوی بعد باشید. خدا نگهدارتون.